این خانه را نه فلاکتی طبیعی بلکه اکسکواتر ویران کرده است. مقامات روز 21 ینور حدود 15 خانه نوساخت را در محله حسن آباد شهر دوشنبه ویران کرده اند. خبرنگاران ما یک روز بعد حادثه به این محله رفتند. ساکنان محله هر چند روزی نشدند که در ویدیو با رادیوی آزادی صحبت کنند، اما گفتند که مقامات بعد دلیل آن خانه ها را ویران و ولنگار کردند که گویا ساکنان این محله به غیر قانونی زمین ها را غصب کرده در آنجا خانه بنیاد کردند. ساکنان میگویند که آنها حجت را از مقامات محلی حاکمیت دولتی دریافت کردند، اما مقامات شهری و جمهوریوی حجت های آنها را قبول نمی کند. در این خانه ها روزی ویران کردن کسی نبوده است و گفته مقامات خانه ها به اجازه ساخته شدند و اینجا باید ارچه‌زار شود. چندی از ساکنان محله گفتند در دست سند، شناسنامه تکنیکی خانه، عکس کیهانی و قرار برای جدا شدن زمین را دارند، ولی مقامات آنها را اعتراف نمی کنند. حسن آباد یک محله نوبنیاد است که در تپه های شمال دوشنبه قرار دارد. مقامات دوشنبه میگویند موافق طرح گنرالی پایتخت در زمین های این محله باید ارچه و درختان آرایشی شینانیده شود، چون برای بنیاد خانه موافق نیستند. یک مسئول اداره زمین ناحیه سینای دوشنبه که نخواست نامش برده شود گفت قبل از ویران کردن خانه ساکنان را آگاه میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه پارچه های زمین سالها باز در تاجیکستان داغ میماند.